لحظه ای که بشر توانست وقایع را ثبت و ضبط کند، دیگر نه عصا مهار شد و نه دریا شکافته شد، نه ماه به دو نیم تقسیم شد و نه کودکی بدون پدر متولد شد، نه مرده‌ای زنده شد، نه انسانی در دل ماهی رفت، نه شتری از دل کوه بیرون آمد، نه آتشی گلستان شد، نه انسانی با حیوانات سخن گفت، نه کسی سوار بر قالیچه‌ای پرواز کرد و نه پیامبری ظهور کرد، ولی حماقت همچنان پابرجا ماند. آخرین پیامبر حضرت محمده که 1400 سال قبل اومده و قرارم نبوده پیامبری دیگه بیاد، چون آخرین پیامبر بوده و معجزه هم برای اثبات ادعای پیامبریه. وقتی پیامبری نیست چرا باید عصا تبدیل به مار بشه؟ چرا باید دریا شکافته بشه؟ چرا باید مرده زنده بشه؟ اما معجزه آخرین پیامبر موجوده و اتفاقا دوربین هم ثبتش کرده. کشف اثر انگشت توسط علم 237 سال قبل بوده، اما قرآن 1400 سال قبل بهش اشاره میکنه. سوره قیامت آیات 3 و 4. کشف نیروی جاذبه توسط نیوتن فقط 338 سال قبل بوده، اما قرآن 1400 سال قبل بهش اشاره میکنه. سوره مرسلات آیات 25 و 26. کشف لایه اوزون توسط علم 112 سال قبل بوده، اما قرآن 1400 سال قبل میگه آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم. سوره انبیاء آیه 32. نیکولاس کوپرنیک در قرن 16 میلادی نظریه چرخش زمین و تغییرات شب و روز را مطرح میکنه، یعنی حدود 500 سال قبل، اما قرآن 1400 سال قبل در آیه 5 سوره زمر به این موضوع اشاره میکنه. کشف پایین ترین سطح خشکی زمین توسط علم 70 سال قبل بوده، اما قرآن 1400 سال قبل صراحتاً به این موضوع اشاره میکنه. سوره روم آیه 3. با ثبت این همه معجزه اما جهالت همچنان پابرجاست.